میراث یک وجیبه است که در قرآن مانده شده. اگر خداوند یک کام در میراث در قرآن نمیماند، هر پدر و بیادر میتونه زوردستی به خانم یا خانواده خود کنه، به خاطر که امر الهی است، هیچ کس از امر خدا خود کشیده نمیتونه و هر کسی که میراث خورده او ناتوان فقیر شده. چون زن در تمام جامعه خوار بوده، بخصوص در افغانستان. وقتی که امی میراث پدرش یا مادرش برش مانده و یک برادر یا پدر زوردستی میکنه، اما ای در آخرت در نزد خدا چی میکنه؟ این میراث یک واجبه، حق حقوق هر زن و هر دختر تمام دنیاست. کسی که به قرآن و به خدا ایمان داره، در دین ما میراث حق ماست. و این وقتی که یک دختر تقاضا میکنه و هم بیشرم میشه، هم بی‌حیا میشه، اما خداوند گفته از حق تا وقت دفاع کو که خون تو بریزه. حق است، این چیز حق است. باید پیش از اینکه برادر بونه، پدر و مادر حقوق دختر خود باید بده.